درود، حالت چطوره؟ تصور کن یک کوه یخی به اندازه یه شهر بزرگ. این کوههای یخ غول‌پیکر تکه‌های عظیم یخ هستند که از یخچال‌های طبیعی قطب جنوب و گرینلند جدا میشن و به اقیانوس میریزن. بعضی از این کوههای یخ آنقدر بزرگ هستند که حتی از ارتفاعات بعضی از کوه‌ها هم بلندترن. حالا جالبیش کجاست؟ جالبیش اینجاست که این کوههای یخ فقط آب یخ نیستن. اونا یک کوه یخ واقعی هستن با درون پر از راز و معما. دانشمندان با استفاده از سونار و سایر روش‌ها در داخل این کوههای یخ حفره‌ها و تونل‌های فوق‌العاده زیبا کشف کردن. بعضی از این تونل‌ها آنقدر بزرگن که میشه با قایق داخلشون رفت. همچنین این کوههای یخ زیستگاه گونه‌های متنوعی از جانوران دریایی هستند. در زیر کوههای یخ اکوسیستم‌های منحصر به فردی وجود داره که زیستگاه انواع موجودات دریایی کوچک و بزرگه. خلاصه کوههای یخ عظیم و عجیب هستن که هم زیبایی فوق‌العاده‌ای دارن و هم مضرات مهمی برای محیط زیستمون. نظر تو چیه؟